صدای ذهن رو میتونی کاملا توضیح بدی. چیزی که شهودته هر چی بیشتر بشنویش بیشتر میفهمی که من باید برم دنبال این علاقم. اصلا نمیدونم چرا اصلا این علاقمه، دلیل مهمم نیست که چراه، باید بیفتم دنبالش. یه حسی بهم میگه، یه حسی بهم میگه. حس چیه؟ حسش حالا هر چی شهوده، هر چی حس ششمه، چیز تو دلمه، فرقش خیلی زیاده. چون شهود اصلا ترسناک نیست، اصلا انقدر بیدار کننده است که شب خوابت نمیبره. اگه تو انجامش دادی ولکنت نیست. صدای authentic self، صدای اصالت ماه، صدای اصالت ماه. برای همینه که کسایی که یه عمر مثلا میخواسته مجسمه ساز یا موزیسین شه، به خاطر مامانش و ترساش و باباش و هزار تا چیز میره 100 تا کار دیگه میکنه، ولی همه شبا که میخوابه تو فکر اون میوزیکیه یا تو اون مجسمه، تو اون نمیدونم چیز دیگه ای که بیزنسی که دوست داشته بخونه. خاطر که اون صدا انقدر بیدار کننده است، انقدر ولکنمانی است، انقدر زبان اصالت ماه که چیز دیگه خوشت نمیاد دیگه اصلا.